نترسید، ولی شما آواز مرا نشنیدید. و فرشته خداوند آمده زیر درخت پیسته که در اوفرا از آن یوآش ابیعزری بود نشست و پسرش گدعون گندم را در چرخوشت میکوفت تا که آن را از میدیان پنهان کند. و فرشته خداوند به او ظاهر شده گفت: خداوند با توست ای مرد دلاور. گدعون به وی گفت: ای آقای من، اگر خداوند با ما باشد چرا این همه به سر ما آمده است و کجاست همه کارهای عجایب او که پدران ما به ما حکایت کرده گفتند که خداوند ما را از مصر بیرون آورد و الحال خداوند ما را ترک کرده به دست میدیان تسلیم نموده است. و خداوند به او روی آورده گفت: با این قوت خود برو و اسرائیل را از دست میدیان نجات ده، من تو را میفرستم. و در جواب او گفت: خداوندا، من اسرائیل را چگونه میتوانم نجات دهم؟ اینک خانواده من در سبط منشه از همه بینواتر است و من در خانه پدرم از همه جوانترم. و خداوند به او گفت: من با تو خواهم بود و تو میدیان را مثل یک کس شکست خواهی داد. و در جواب او گفت: اگر من در نظرت التفات یافته باشم، علامت به من بینما که تو با من سخن میرانی. لطفاً از اینجا نرو تا دمی که نزد تو برگردم و هدیه خود را آورده پیش تو بمانم. و او گفت: تا وقتی برگشتن تو من انتظار خواهم ایستاد. و گدعون رفته طعام از گوشت بزغاله و فطیر از یک ایفه آر تیار کرد. گوشت را در سبد و شوربا را در کاسه انداخت و زیر درخت پیسته آورده پیش او ماند. و فرشته خدا به او گفت: گوشت و فطیرها را گرفته بر این صخره بمان و شوربا را بریز. او چنین کرد. و فرشته خداوند نوگ عصای را که در دستش بود دراز کرده به گوشت و فطیرها رسانید و آتش از صخره برآمده گوشت و فطیرها را فرو برد. و فرشته خداوند از پیش نظر او ناپدید شد. و گدعون فهمید که این فرشته خداوند است و گدعون گفت: ای وای به من خدایا خداوندا، چون که فرشته خداوند را روبرو دیدم. و خداوند به او گفت: آسایشتگی بر تو باد، نترس، نخواهی مرد. و گدعون در آنجا قربانگاه برای خداوند ساخت و آن را خداوند آسایشتگی خواند. آن تا امروز در اوفرای ابیعزری موجود است.